سلام بچه ها، چطورین؟ من امروز اومدم چون که یه سری کار داشتم. گفتم که حالا که برنامه هم چیده شده یه ولاگم بگیرم و شما هم ببینین که من در طول روز و شاید در طول یک هفته چه کاری انجام میدم. من یه سری کار دارم که بخشیش تکالیف کلاسیمه، بخشیش هم کارهای شخصیمه که اینا رو من لیست کردم. حدود 3-4 روز پیش لیستشون کردم و قرار بود که تقریبا از 3 شنبه یا 4 شنبه پیش انجامشون بدم، شروع کنم به انجام دادنشون. اما خب 3 روز من هدر دادم و هیچ کاری نکردم و حتی لای دفتر من باز نکردم و دیگه از امروز باید شروعش کنم چون الان روز اول هفته از شنبه است و من باید دیگه تا جمعه همه اینا رو تموم کنم چون که خیلی مهمن و دیگه اصلا نمیشه که عقب بیفتن. کارم یه سری همطور که گفتم تکالیف درسیه، یه سری دیگه هم یه سری چالش‌های درسیه که من برای خودم گذاشتم که اگه موفق بشم انجامشون بدم طبق چیزی که برنامه ریختم خیلی جلو میافتم و خیلی به خودم افتخار میکنم. یه سری هم کار شخصی دارم و کنار همه اینا یه خبری که میخوام بهتون بدم اینه که میخوام شروع کنم دنبال کار بگردم، میخوام دوباره شاغل بشم. بعد یه سری رزومه بفرستم، رزومه بنویسم، آگهی ها رو چک کنم. پس ببینم نور. بعد وقت بذارم کنار کارام، آگهی ها رو چک کنم، تماس بگیرم، برم مصاحبه، رزومه بفرستم و تا بتونم یه کار پیدا کنم، یه کار خوب، یه کار که طبق معیارام باشه. معیارام من خب البته تعیین کردم، شما هم حتما باید این کار بکنین. وقتی که میخواین شروع به تحصیل کنین یا کار کنین حتما باید معیاراتون رو تعیین کنید. مثلا باید تعیین کنید که چقدر حقوق میخواین، ساعت کاریش چقدر باشه و مسیرش چجوری باشه براتون، داخل چه گرایشی باشه، چه باشه، حالا و غیره. وارد جزئیاتش نمیشم. آره خلاصه من دیشب نشستم معیارهای کاری من تعیین کردم و باید بشینم به چند جا زنگ بزنم، دنبال کار بگردم و کنارش هم این کارامو انجام بدم. فقط باید سعی کنم که دیگه کامل انجامشون بدم، شروعشون کنم، سعی کنم کامل انجام بدم. حداقل امروز 2 آیتمشو تیک بزنم. سعی کنیم تا آخر این هفته همش رو انجام بدیم. در این حال هم یه سری کار شخصیمون رو انجام بدیم، بریم خیاطی کنیم. بعد از چند ماه باید برم بازار رو برای یکی از لباسهای مجلسیم زیپ بگیرم. چند تا کار نیمه تمام دارم که بعد دوختشون رو تموم کنم. یه لباس جدید میخوام برای خودم بدوزم. دیگه کلی کار داریم. سعی میکنم از این کارم براتون ولاگ بگیرم. حالا اگر کارم خوب پیش رفت یه گزارش کارم میگیرم، یه ویدیو ازش. همین ببینیم که چقدر پیش میریم. فکر کنم امشب تا صبح بیدار بمونم و درس بخونم. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the
of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me My coming. energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble. میخوام براتون یه چیزی تعریف کنم از دیشب. من دیشب داشتم به همین کارام فکر میکردم، بعد ذهنم مشغول همین شاغل شدنم بود. داشتم به این فکر میکردم که خب اصلا کار کنم یا کار نکنم. اگر کار کنم میتونم درس و کارم رو با هم هندل کنم یا نه. خب چون طبعا درسم تو اولویت برام. بعد با خودم میگفتم که خب شاید خونه بمونی بهتر باشه، فقط تمرکزت روی درس باشه، اینجوری بتونیم بهره وری بیشتری داشته باشی از خودت. بعد همجوری ذهنم درگیر بود، داشتم به چیزای مختلفی فکر میکردم. بعد دیدین که آدم ذهنش مشغول میشه، به هزار تا چیز دیگه هم فکر میکنه. بعد یه دفعه به ذهنم اومد که خب ما توی منطقه امنمون، وقتی که توی منطقه امنمون هستیم، اون آرامشه رو، اون راحتیه رو، اون امنیت رو داریم. وقتی هم که از منطقه امنمون خارج میشیم، باز به دنبال همین آرامشه هستیم، با کارهایی که انجام میدیم، با مواجه شدن با شرایط مختلف، باز به دنبال این آرامشه و امنیت هستیم. پس چه فرقی داره که ما خودمون رو توی درد سر بندازیم و به خودمون فشار وارد کنیم؟ یعنی چند روز دیگه دارم به این مسئله فکر میکنم. بعد دقیقاً صحنه دیشب یادمه که توی آشپزخونه بودم. دقیقاً یادم نیستش که داشتم چی کار میکردم، اما یادم همجوری که داشتم کارم انجام میدادم، همزمان داشتم همجوری فکر میکردم و هی مسائل مختلفی به ذهنم میامد. بعد توی صحنه دقیقاً توی یه ثانیه برگشتم از پنجره بیرون رو نگاه کردم، یعنی ناخودآگاه برگشتم بیرون رو دیدم. شبم بود. بعد توی اون یه ثانیه کلی صحنه اومد جلوی چشمم، از اون سالی که من شروع کردم به شاغل شدن، برای اولین بار رفتم سر کار، تا همین چند ماه پیش که بازم مشغول بودم و بعدش هم که چند ماه بیکار بودم. تمام اون صحنه اومد جلوی چشمم. بعد دقیقاً جواب اومد توی ذهنم، جوابو گرفتم. دقیقاً جواب همین بود. جواب اینه که ما وقتی توی منطقه امنمون هستیم، شاید اون رفاه رو داشته باشیم، اون راحتی رو داشته باشیم، خیلی یه سریامون شاید حتی اون رفاه مالی هم داشته باشیم و تامین بشیم. اما مادامی که توی این چارچوب هستیم، حالا این چارچوب میتونه هر چیزی باشه، چارچوب خونمون، چارچوب محل کارمون، چارچوب کلاسی که میریم، چارچوب ذهنمون، به هر حال اون چارچوبی که بهش عادت کردیم. مادامی که توی این چارچوب هستیم، شاید اون رفاه رو داشته باشیم، اما همیشه هم داریم به بیرون از این دیوارا نگاه میکنیم، به خودمون، و مدام از خودمون میپرسیم که اگر من بیرون از این دیوارا بودم
چه شخصیتی می شدم، چه کسی می شدم. این اتفاق میفته، شما چه بخواین قبولش کنین چه نخواین. حتی ممکنه بخواین خودتون رو گول بزنین، بخواین تا آخر عمرتون توی منطقه امنتون بمونین، شاید خودتون رو به اون راه بزنید. حالا من نمیگم که این کار خوبه یا بده، یا نه منطقه امنتون رو ول کنید برید بیرون با شرایط مواجه بشین، یا نه بمونین خوب کاری میکنین بد کاری میکنین. اصلا من راجع به این مسئله نظر نمیدم، چون قطعا منم آدمیم که به دنبال راحتیم. اما شما چه متوجهش باشین چه نباشین، چه قبول کنین چه نکنین، این اتفاق میفته و همیشه دارین این سوال از خودتون میپرسین که بیرون از این دیوارا من چه کسی میشدم. اما دقیقا جالبیش همینجاست و تضادش همینجاست که وقتی که شما میرین بیرون و جایگاه اجتماعی خودتون رو به دست میارین، حالا یا شاغل میشین یا محصل میشین یا در کل با شرایط جدیدی مواجه میشین، حالا یا حتی محل زندگیتون رو تغییر بدین، به هر حال وقتی که با شرایط جدیدی مواجه میشین و اون جایگاه رو به دست میارین، اون جایگاه اجتماعی رو به دست میارین، دیگه حاضر نیستین اونو به اون آرامش و رفاه منطقه امن بفروشین، حتی اگر تحت فشار باشین. درست استثناءاتی هست، فشارهایی هست که مثلا منکر اونا نمیشم، اما وقتی که شما شناخته میشین قطعا خارج از این دیوارا، توی محیط کارتون، توی محیط تحصیلیتون، توی محل زندگیتون، حالا اگر تغییرش بدین، توی کشورتون، توی شهرتون، با رفت آمد کردنای روزانه شما شناخته میشین و جایگاه اجتماعی به دست میارین و بعد از اون دیگه حاضر نیستین این موقعیت رو به ناشناخته موندن بفروشینش. شما وقتی توی منطقه امنی ناشناخته این، جامعه شما رو نمیشناسه، توی خونه این افراد زیادی که شما رو نمیبینه، شما رو نمیشناسه و دقیقاً تضاد و جواب توی همین یه جمله است. شما وقتی که توی منطقه امنی مدام از خودتون میپرسین که خب من چه کسی میشدم اگر میرفتم بیرون، و وقتی که میرین بیرون دیگه حاضر نیستین موقعیت جدیدتون رو بفروشین و دیگه هرگز به پشت سرتون نگاه نمی کنین. وقتی که دیگه از در پاتون رو بیرون میذارین و راهی میشین دیگه هرگز به پشت سرتون نگاه نمی کنین. و من دیشب کلن صحنه زندگیم اومد جلوی چشمم و گفتم که خب اوکی، من شرایط رو به جون میخرم تا دوباره اون موقعیت رو به دست بیارم، دوباره باید جایگاه اجتماعی رو به دست بیارم، دوباره باید گردش مالی و اهداف مالیمو به حرکت بندازم. و تمام این مدت من داشتم خودم گول میزدم، فکر میکردم که کارم مانع تحصیلمه. حالا دیگه بگذاریم از جزئیاتش که ویدیو هم طولانی نشه، اما فکر میکردم که کارم مزاحم تحصیلمه و بهره وریمو میاره پایین، اما خب اینجوری نبود. من در واقع اون زمانی که داشتم کار میکردم هم گردش مالیمو داشتم، اهداف مالیمو خیلی خوب داشتم پیش میبردم و واقعا جایگاه اجتماعیمو داشتم و آدم موفقی بودم توی جایگاه خودم، همین که درسمو خیلی خوب پیش میبردم. اما خب به هر حال به خلقت خودمون برمیگردیم. ممنون که تا اینجا به هم گوش کردیم. تا افکار بعد، خدا نگهدار.